میدونم که خیلیاتون مثل من عاشق غذاهای نونی هستین. اینم یه کتلت خیلی خیلی خوشمزه که مطمئنم خوشتون میاد و باید اینم بهتون بگم که دستور پختشو از مامانم گرفتم. پس حتما این پستو سیو و لایک کن و برای اونایی که مثل ما عاشق غذاهای نونی هستن بفرست که حتما امتحان کنن، چون این مدلی هم کتلتمون نرم و تردتره، همین که جذب روغنش کمتره و سالمتره. اول 2 تا سیب زمینی و یه پیاز رو به صورت جدا حسابی پوره میکنیم و آب اضافیشو میگیریم. اگر هم با رنده این کار رو انجام میدین حواستون باشه با دنده ریز انجام بدید، چون با دنده درشت کتلت مغز پخت نمیشه. حالا گوشتمون رو که ترکیب گوشت گوسفندی و گوساله است که اینجوری هم خوشمزه تره و هم از لحاظ سردی و گرمی متعادل تره، با سیب زمینی، پیاز و نمک و فلفل و زردچوبه و یه دونه تخم مرغ حسابی ورز میدیم. و اگر تایم داشتید میتونید 1 ساعتی داخل یخچال بعد از ورز دادن استراحتشون بدید و تمام مواد کتلتمون آماده است. فقط توجه داشته باشید بعد از اینکه روغن کم شد زیرش کم کنید، چون کتلت ها سریع زیرشون میسوزه و داخلشون مغز پخت نمیشه. اگر از اکسپلور میایید خوشحال میشم از پیجم دیدن کنید.